واقعا بعد تماشای فیلمی تربیوی خیانت ما به چنین خلاصه آمدیم که حقیقتا این فیلم تربیت آمیز عبرت بخشنده به جوانان امروزه حسابیده می شود. برای آنکه حقیقتا این فیلم این انعکاس کننده آن حادثه های دهشت انگیز و وحشت آوری که بعد استقلالیت دولتی را به دست آوردن در سالهای 90 به وقوع آمدن انعکاس می نماید. بنابر همین حقیقتا آن حادثه هایی که بعد سالهای 90 به وجود آمدن که از طرف این حزب نهضت اسلام، حزبی که خود حزب خونریز است، چقدر خاندان مردم تاجیک بی سرپناه ماندند، چقدر مادران تاجیک از فرزندان خود، از سرداران عائله خود محروم گشتند. بنابراین ما هر یک شخص باید که به قدر صلح و وحدت رسیم و چون گوهرک چشم آن را حمایه نماییم.